3 تا مرحله اصلی وجود داره تا زمانی که به موفقیت توی گرفتن پوزیشن آکادمیکتون نزدیک بشید. مرحله اول اینه که اصلا از سطح اینباکس ایمیل استاد رد بشید. در واقع استاد ایمیل شما رو کلاً باز بکنه، ببینه، کاور لترتون رو بخونه و رزومتون رو بخونه و این حرفا. مرحله دوم اینه که تو همون کاور لتری که نوشتین بهش نشون بدین که شما یه تیکه مهم برای پازل تیم تحقیقاتیش هستین و چقدر میتونین براش مفید باشین. توانایی اینو داشته باشید که به اون طرف مقابل، به اون سوپروایزر در واقع اثبات بکنید که من همونیم که الان تیمت لازم داره. مرحله سوم هم میشه زمانی که شما در واقع وارد مصاحبه میشید و اونجا قطعاً با چند تا کاندید دیگه رقابت میکنید، با 10 نفر 15 نفر حداقل، و باید توانایی داشته باشین که تأثیر اولیه خیلی خوبی بذارید روی مصاحبه، به شکلی که همون نیم ساعتی رو به اول مصاحبه سوپروایزر دیگه تصمیمش گرفته باشه و عملاً رقیباتون رو حذف بکنید. درباره همه اینو صحبت کردم و میبینمتون.